سلام، خیلی خوش اومدین به نبات استور. من کوثر خاندل هستم، طراح و تصویرگر برند نبات استور. امروز میخوایم با هم دیگه پک استیکری رو طراحی بکنیم که از قبل اتود اولیه‌ش رو زده باشیم. بریم برای طراحی و رنگ‌گذاریش. خب بچه‌ها، بعد از اینکه مرحله اتودزنی اولیه با کاغذ رو انجام دادیم، تصمیم گرفتیم که طرحمون رو دیجیتال انجام بدیم. بعد از اینکه حالا طرحتونم دیجیتال انجام دادیم و مراحل رنگ‌گذاریش رو انجام دادین، میریم برای مرحله آخر و دورگیری استیکرها. بعد از اینکه دورگیری استیکراتون رو به این صورت که من دارم انجام میدم انجام دادین، ترجیحاً با یک براشی باشه که دو سر نازک یا دو سر کلوف باشه. اینجور نباشه که یه سرش نازک یه سر کلوف باشه که دورگیریاتون به صورت حالا یه سر نازک یه سر کلوف باشه. وقتی که روی کار انجام بدیم بیشتر متوجه میشین که من منظورم دقیقاً چیه. و بعد از اینکه این کار رو انجام دادین، فایلتون رو به صورت فایل جداگونه از عکس‌ها بدون بک‌گراند میفرستین برای چاپخونه.